السلام علیکم داملای شیرین سخن. آتای من، پدری من در دوشنبه کار میکند. در یک ماه یک بار می آید، باز می رود. من فرزند کلانی خانه هستم. ما یک همسایه داریم، می آید می رود. همسایه نزدیک است، اما همسایه فساد است. اما مرا دلم نمی کشد خطی مادری من گپ زند. من چند بار همراه او جنجال کردم، اما او بی‌آر است. با خانه ما می آید. هر روز او را من می بینم، در غضب می آیم. اما همسایه دیگرمان می آید، من خرسند می شوم. من خرسند می شوم. در این کار چی گفتنی داملای شیرین سخن؟ درست جواب دهید. یعنی شکایت این دادر این بود است که پدرش در دوشنبه کار میکند، در یک ماه یک بار خانه می آمده است و با کدام مرد فاسد یا فساد یا بدبخت است خانه همینها می آمده است در حالت نبودن پدر این. و این جوان میگوید من غضبناک میشوم، چندین بار جنجال ها کردم، تا حال این جنجال من هیچ تأثیر و فایده ندارد، این مرد رفته می آید. یعنی حکم اسلام در این چی هست؟ اولا در این کار باید مادر شما اصلاح شود. وقتی تو نمیخواهی باید مادر تو هم نخواهد آمدن اون مرد در نبودن پدر شما. ان لکم علی نسائکم حق ولنسائکم علیکم حقا. پیغمبر خدا گفتند این مردها شما بالای زنها حق دارین و زنها بالای شما حق دارند. فحقكم علیهن، حق مردها بالای زنها چیست؟ پیغمبر میگوید ان لا یوتئن فروشکم من تکرهون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون. پیغمبر گفتند وقتی شوهر نباشد باید که این مرد خانه زن بی شوهر داخل نشود. حق زن میگوید این است، یعنی حق مردها بالای زن این است که در نبودن شوهر هیچ مرد را در خانه خود راه ندهند. در کرپچه و در بالشت و در خانه که مثال شوهری تو می نشیند یا همون خانه در داخل خانه تو باید در نبودن شوهری تو، پیغمبر خدا میگوید باید هیچ مرد داخل نشود. این یک علامت بدبختی است که وقتی ما و شما خانه یک برادر می رویم و نگاه میکنیم که فقط زنی وی است، شوهری او بیرون است، خواه در دوشنبه است، خواه در رسی است، خواه در شهر است، ما حق نداریم که اون خانه در مهمان شویم. مادامی نیست ما باید که از فتنه خودمان دور بگیریم. زیرا پیغمبر خدا را به این حدیث ها را چی میگوید؟ ما خلا رجل بامرأة الا کان الشیطان ثالثهما. من گفته از پیغمبر خدا به شما خبر میدهم که وقتی که یک مرد با یک زن در یک جا نشست حتمی سیوم اینها شیطان می شود. یعنی زن وقتی با یک زنی بیگانه تو در یک خانه تنها می نشینی حتمی شیطان در بین شما داخل می شود و شما عاقبت یک کار بی ترتیبی را انجام می دهید. باید که مرد خانه زن بی شوهر یا شوهرش در سفر بودگی حق ندارد که مهمان شود. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید من قعد علی فراش مغیبت حیض الله له ثعبانا یوم القیامت. کدام مردی که از نبودن شوهر همسایه استفاده میبرد و شوهر او را دور میبیند و به خانه او داخل میشود به نیت تجاوز یا با نیت بده، قیض الله له ثعبانا یوم القیامت. پیغمبر خدا گفت این بدبخت روز قیامت گرفتار عذاب مار عفی میگیم. همون مار عفی، همون مار خیلی کلانی که هست، انا همین گونه طایفه مردها در عذاب اینها روز قیامت چی میشوند؟ گرفتار میشوند. به نهایت خوب میشود. حتی در قرآن سوره نور
اگر شما نظر کنین آیت های 28 وی 27 وی برای ما و شما خبر میدهد که یعنی وقتی که شما کدام خانه می روید اولا اجازت گیرید. بین امروز همون گاوهای بیشاخبان بسیار است بین ما و شما، دیگر نه دروازه تق تق دارن نه صدا دارن، راست به همون خانه چکار میکنن؟ حرکت میکنن. انامین آیت های 27 و 28 سوره نور وقتی میگه یک زن پیش پیغمبر خدا آمد و گفت ای پیغمبر خدا، من در خانه خواب هستم و خانه مرا مردها کشاده میکنند، راست به خانه من داخل میشوند، این کار برای من بسیار نفرت آور است، علاجش چیست؟ همین زمان همین آیت فرامد. خداوند روان کرد آیت را که بر تمام مردها و زنها خبر دهند که خانه کدام مسلمانی که مهمان میشوند خبرگیری میروند، چه حاجتی که دارند باید که چکار کنند؟ رخصت گیرند، باید که خانه‌دار را فیرات کنند. اگر خانه‌دار فریاد زد و گفت مرحمت داخل شود، میگوید من تفسیر همون سوره را برای شما گفته ایستادم. و الا اگر گوید که پس گرد، خدا میگوید که اگر مبادا از خانه گفتن که پس گرد میگوید. شما حق ندارین که خانه هر آدم به اجازت داخل شوین. خانه هایی که امروز زنگوله دارن، زنگ دارن، همون خودش رخصت است. و یا وقتی که زیر میکنین خانه‌دار درکدار کی شد، همین خودش رخصت است. در تفسیرها میگوید که وقتی شما خانه که داخل شدین السلام علیکم گفته داخل شوین تا که صدای تر همون خانه‌دار شنود، یا فلانی گفته یا صاحب خانه گفته فریاد زنین، یک بار خانه مسلمان در داخل نشوین. حتی در بعض حدیث ها آمده است که اگر کسی در خانه شما به اجازت داخل می شود، یک بار چشم تو با او می چسبد، حق داری که چشم وای بکفانی. در اسلام گفته است چرا جزای نیست. السلام علیکم داملای محترم، بعد سلام و ستایش به اندازه خداوند مهربان به شما و به تمام نمازگزاران عالم اسلام، تن صحت و خاطر جمع، ایمان کامل و عمل صالح خواهانم و از درگاه وسیع یزدان پاک مغفرت گناه شما و جمیع مسلمین را طلبگارم. ثانیاً از شما داملای عزیز خواهش دارم که در همین جمعه برای پدر و مادر رنجور من، مخصوصاً برای پدرم که در حالت وزنین بیماری فلج قرار دارد و زبانش از گفتار باز مانده است، دست دعا برداشته از درگاه الهی شفای آن و مغفرت گناهش را طلب نمایید. برای دعای خیر به شما قبلا سپاس گزارم. با احترام صمیمی. برادر عزیز این طلب کردن که در حق پدر و مادرش دعا کنیم و پدرشون یعنی بیماری فلج گرفتار بوده. از خدای مهربان دردهنده هم خودت هستی، شفا دهنده هم خودت هستی. خانه خواب هستم و خانه مرا مردها کشاده میکنند، راست به خانه من داخل میشوند، این کار برای من بسیار نفرت آور است، علاجش چیست؟ همین زمان همین آیت فرامد. خداوند روان کرد آیت را که بر تمام مردها و زنها خبر دهند که خانه کدام مسلمانی که مهمان میشوند خبرگیری میروند، چه حاجتی که دارند باید که چکار کنند؟ رخصت گیرند، باید که خانه‌دار را فیرات کنند. اگر خانه‌دار فریاد زد و گفت مرحمت داخل شود، میگوید من تفسیر همون سوره را برای شما گفته ایستادم. و الا اگر گوید که پس گرد، خدا میگوید که اگر مبادا از خانه گفتن که پس گرد میگوید. شما حق ندارین که خانه هر آدم به اجازت داخل شوین. خانه هایی که امروز زنگوله دارن، زنگ دارن، همون خودش رخصت است. و یا وقتی که زیر میکنین خانه‌دار درکدار کی شد، همین خودش رخصت است. در تفسیرها میگوید که وقتی شما خانه که داخل شدین السلام علیکم گفته داخل شوین تا که صدای تر همون خانه‌دار شنود، یا فلانی گفته یا صاحب خانه گفته فریاد زنین، یک بار خانه مسلمان در داخل نشوین. حتی در بعض حدیث ها آمده است که اگر کسی در خانه شما به اجازت داخل می شود، یک بار چشم تو با او می چسبد، حق داری که چشم وای بکفانی. در اسلام گفته است چرا جزای نیست. السلام علیکم داملای محترم، بعد سلام و ستایش به اندازه خداوند مهربان به شما و به تمام نمازگزاران عالم اسلام، تن صحت و خاطر جمع، ایمان کامل و عمل صالح خواهانم
و از درگاه وسیع یزدان پاک مغفرت گناه شما و جمیع مسلمین را طلبگارم. ثانیاً از شما داملای عزیز خواهش دارم که در همین جمعه برای پدر و مادر رنجور من مخصوصاً برای